سلام و وقت بخیر خدمت همه شما دوستان و همراهان گرامی. باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای بورسیه های بین المللی برای افغانستان. دوستان و همراهان نهایت عزیز، در این ویدیو میخوایم که بورسیه کشور عراق به شما معرفی بکنم و همچنان نحوه چگونه ثبت نام نمودن به طور معیاری و درست به شما آموزش بدم و امیدوارم دوستان عزیز که تا آخر ویدیو با ما باشید. و از همه مهمتر دوستان عزیز میایم که اول نوعیت بورسیه رو ما و شما باید ببینیم که چگونه یک بورسیه است. ببینید دوستایی به سه نوع است. یکی بورسیه کاملا رایگان است، بورسیه نیمه رایگان و همچنان شخصیه. دوستای عزیز، بورسیه کامل یا فول اسکالرشپ قسمی است که فیس تحصیل و همچنان هزینه لیلیه یا اکامودیشن شما را در بر میگیره. دوستای عزیز، تویشن فی و اکامودیشن فی است. دیگه بورسیه نیمه رایگانش است دوستای عزیز که 1% از تویشن یا فیسی تحصیل شما را در بر میگیره. و نوع سوم دوستای عزیز سلف فندید یا کاملا شخصی است. دیگه میم دوستای عزیز قسمت پایینی که اینجا تذکر داده از طرف وزارت تحصیلات عالی کشور عراق است. و همچنان دوستان اینجا ببینید تعدادی از دانشگاه هایی که در این بورسیه اشتراک داره اینجا است. تعداد بسیار زیادی از دانشگاه های عراق در اشتراک داره. ما تقریبا گفته میتونیم که ممکن تمامی از دانشگاه های کشور عراق در این پروسه اشتراک داشته باشه. دوستان ببینید بسیار تعداد زیاد از دانشگاه ها در این پروسه اشتراک داره. و در قسمت پایین دوستان عزیز اینجا یک نکته متوجه باشید. کسایی که تا هنوز در فول اسکالرشپ پذیرفته شده تعدادشان 9265 نفر بوده. کسایی که در هاف اسکالرشپ یعنی مرایگان پذیرفته شده 9370 نفر بوده و سلف فندید کس نبوده دوستا. و اون رقم تعدادی کلی یا مجموعیش 18635 نفر بوده. دوستای عزیز در قسمت بالای اینجا ما شما میبینیم یکی ساین این است و ساین اپ. کسایی که از قبل بر خود حساب جور کرده میتونه از گزینه ساین این استفاده بکنه و ساین این شوه اپلیکیشن خود چک بکنه. و کسایی که تا هنوز بر خود حساب جور نکرده اولین بار است میخواد اپلای بکنه، دوستای عزیز از گزینه ساین اپ استفاده بکنه و بر خود اول حساب جور بکنه دوستای عزیز. و اینجا دانشگاه هاست که در پایین من یک موضوع اشاره کردم که تعداد زیاد از دانشگاه های کشور عراق در اشتراک داره. ما شما میایم دوستای عزیز مستقیم روی گزینه ساین اپ کلیک میکنیم تا برای خود یک حساب جور بکنیم. در قسمت اول دوستای عزیز اسم است. شما میتونید اسم خود اینجا تایپ بکنید. و قسمت گزینه دومی دوستای عزیز میدل نیم است که اینجا ضروریه شما باید یک چیز نوشته بکنید. ما دوستای عزیز اینجا مثلا اسم پدر نوشته میکنم. و در قسمت گزینه سوم دوستای عزیز تخلص است و همچنان تاریخ تولد دوستا. شما میتونید تاریخ تولد خود از اینجا انتخاب بکنید. تاریخ تولد انتخاب بکنید دوستا و همچنان نشنالیتی انتخاب بکنید که شما افغانستان است. و همچنان ایمیل آدرس خود به دقت دوستای عزیز اینجا باید تایپ بکنید. ایمیل آدرس و همچنان فون نمبر است دوستای عزیز اینجا تایپ بکنید. و همچنان دوستای عزیز پسورد اپلیکیشن است که ما این نکته را چندین بار یادآوری کردیم که جداگانه از پسورد ایمیل به اینجا اضافه بکنید دوستان. و در قسمت پایینی دوستای عزیز عکس خود اپلود بکنید و این نکته را متوجه باشید دوستا که حجم عکستان از 1 MB زیاد نباشه، یعنی پایین 1 MB باشه. و در پایین ترین قسمت دوستای عزیز اینجا یک نکته سبز است رجیستر. ما تمام مراحل از را تکمیل کردیم. حالا روی گزینه رجیستر کلیک میکنیم تا رجیستریشن ما شما انجام شود. خوشبختانه رجیستریشن ما شما تکمیل شد دوستای عزیز و اینجا یک اکتیویشن لینک در ایمیل روان شده. ما شما میریم اونجا حساب خود اکتیو میکنیم. دوستا ببینید اینجا کلیک هیر ما کلیک میکنیم تا حساب فعال شود. حساب فعال شد. پس میایم دوستا روی گزینه لوگین که ایمیل خود تایپ میکنیم دوستا. و همچنان پسورد روی گزینه ساین لوگین کلیک میکنیم دوستا تا ما لوگین شویم. ببینید دوستا اینجا یک وریفیکیشن کد دوباره به ایمیل روان شده. شما او را از اونجا کپی بگیرید و پیست بکنید.
این دوستای عزیز وریفیکیشن کد است که ما و شما دوباره میاییم اینجا پیست میکنیم و حساب خود وریفای میکنیم دوست. حساب ما و شما دوستان عزیز وریفای شد و همچنان ببینید یک نکته است که فعلا ما و شما نمیتونیم گزینه اپلای نیسته. ما اول باید اپلیکیشن فرم خانه پوری بکنیم، یعنی ما بیسیک انفورمیشن ما و شما ثبت شوه، بعد گزینه اپلای دوستان عزیز ظاهر میشه. دوستان عزیز ببینید اینجا یک فیلد با ما و شما این مشخصات دوستان عزیز لازم است. ببینید این معلومات ابتدایی را از راجستریشن گرفته. تنها چیزی که نیاز است دوستان عزیز ما و شما اینجا انتخاب بکنیم جندر است و همچنان دوستان عزیز در قسمت ریلیجن ما و شما دین خود انتخاب بکنیم و چیزی که دیگه از قبل انتخاب نشده دوستان عزیز حالت مدنی و country of residence هست که هر کشور شما زندگی میکنید دوستان عزیز انتخاب کنید. من افغانستان انتخاب کردم. خب ببینید دوستان معلومات ما شما دوباره اینجا تکمیل شد. دیگه ما میایم سری گزینه سیف انفورمیشن کلیک میکنیم تا این معلومات ما شما سیف شود. ببینید دوستان این معلومات سیف شد. این معلومات که سیف شد دوستان عزیز شما میاین اینجا current education level خود انتخاب میکنید دوستان. خب ما secondary education میگیریم. اینا مکتب خلاص کردن و در این قسمت دوستان عزیز ما مشخصات مقطع قبلی خود میرسانیم که کدام سال فارغ شدیم، از کجا فارغ شدیم، همه چی اینجا واضح است دوستان عزیز. خب کدام کشور؟ افغانستان. کدام سال فارغ شدیم دوستان؟ شما اینجا میتونید برسانید 2021 و همچنان اینجا در قسمت میجور است دوستان عزیز. ببینید در کشور افغانستان دوره مکتب عمومی است، کدام رشته بندی خاص نیست. ما گزینه آذر انتخاب میکنیم و همچنان دوستان عزیز اینجا باید نام مکتبی که شما ازش فارغ شدین تایپ بکنید. زارین گرلز های اسکول. خب دوستان عزیز ما شما را تکمیل کردیم. باز روی گزینه سیو انفورمیشن کلیک میکنیم. در این بخش دوستان عزیز ما شما مشخصات پاسپورت خود میرسانیم با شماره پاسپورت نمبر، تاریخ صدور، تاریخ انقضا و همچنان اسکن پاسپورت خود ما شما دوستان عزیز اپلود میکنیم. سایز اسکنی که شما اپلود میکنید بیشتر از 1 MB نباشه. حالا روی گزینه سیو کلیک میکنیم تا این مرحله تمام شد. این مرحله را هم دوستان عزیز ما شما تکمیل کردیم. فعلا ببینید در این قسمت گزینه اپلای بر ما شما ظاهر شد. وقتی ما شما تازه وارد اپلیکیشن شدیم گزینه اپلای نبود. ما بیسیک انفورمیشن رو تمام کردیم دوستان، گزینه اپلای ظاهر شد. حالا ما شما روی گزینه اپلای کلیک میکنیم و بعد دوستان عزیز در قسمت پایین دوباره اپلای رویش کلیک میکنیم تا از اینجا سیف شوه. یک صفحه بعدی بر ما شما دوستان عزیز ظاهر میشه. فعلا اینجا ببینید کامپلیت ریکوست است و در قسمت پایینی در مورد اسکالرشیپ است که فول اسکالرشیپ و هاب اسکالرشیپ دوستان عزیز همون رایگان و سلف فندید است. و اینجا ببینید دوستا که مقاطع خود باید انتخاب بکنید، لیسانس، ماستری و دکترا. و در این قسمت دانشگاه ها را باید انتخاب بکنیم ما و شما و در این قسمت رشته خود. و چیزی که مهمه استور، بعد از انتخاب دانشگاه استور باید بزنیم. فعلا دانشگاه رو ما شما اول انتخاب کنیم. ببخشید مقطع خود. حالا میایم دانشگاهی مورد نظر انتخاب اول خود انتخاب میکنیم و حالا میایم دوستان عزیز رشته خود انتخاب میکنیم، انتخاب اول خود. اینجا دوستان عزیز انتخاب اول خود پیدا بکنم، رشته دلخواه خود. شما میتونید رشته دلخواه خود پیدا بکنید چون رشته ها بسیار زیاده و بعد از اون گزینه استور کلیک بکنید تا که سیف شود. ببینید دوستای موافقانه سیف شد. حالا مرقم میریم دوباره مقطع را دوستان عزیز انتخاب میکنیم، مقطع لیسانس. بعد میریم روی دانشگاه
باید دانشگاه رو انتخاب بکنیم. انتخاب دوم انتخاب شد. حالا رشته رو انتخاب میکنیم دوستای عزیز. یک رشته مرتبط به رشته اول پیدا میکنیم و شما رشته دلخواه خود پیدا بکنید. رشته ها بسیار زیاده دوستان، تقریبا رشته های مختلف وجود داره اینجا. باز استور که تا سیف شد دوستای عزیز. انتخاب دوم موافقانه سیف شدن. دیگه دوستا میریم سری گزینه سوم. اول مقطع انتخاب بکنیم، بعد میریم سری دانشگاه. یک مشکل این وبسایت داره دوستای عزیز که صفحه بالا پایین میره. دانشگاه رو انتخاب میکنیم دوستای عزیز. دانشگاه کوفه بسیار دانشگاه مشهور است، با خود جای کوفه بسیار مشهور است. و میریم دوستا رشته سوم انتخاب میکنیم که رشته نهایی ما و شما است. ما می 3 رشته حق داریم که در فول اسکالرشیپ انتخاب بکنیم. 3 رشته 3 دانشگاه. دیگه فعلا ما یک رشته مرتبط به رشته اول و دوم خود پیدا میکنیم دوستای عزیز که فکر کنم اینجا دیگه مرتبط به رشته اول ما دنتستری نیست و میریم دوستا. پس همو انتخاب اولی که دی جمع میجارها وجود داشت فکر کنم همو مرتبط تر باشه، مدیسین انتخاب میکنیم تا که 3 انتخاب ما تکمیل شد. فعلا هم استور پروسه انتخاب رشته دوستای عزیز تکمیل شد و حالا ببینید قسمت بورسیه نیمه رایگان هرد اسکالرشیپ و همچنان بورسیه سلف فندید ما دیگر کار نداریم. و این نکته را دوستان متوجه باشید که اسناد بالاتر از 2 MB نباشه. فقط 2 چیز گفته که مستثنا هست، یکی پاسپورت و یکی تیزیس. این 2 اسناد گفته دوستا حجمشان تا 7 MB باشه مشکل نداره، ولی دیگرایش باید بالاتر از 2 MB نباشه. و در این قسمت دوستای عزیز یکی گزینه چوزینگ داکومنت است، یکی اپلود داکومنت است. اول ما شما روی گزینه چوزینگ داکومنت کلیک میکنیم تا که همو سند مورد نیاز انتخاب بکنیم دوستا. مثلا اینجا اسناد والدین خواسته ما اپلود میکنیم و باید گزینه روی اپلود داکومنت کلیک بکنید دوستای عزیز تا این سند سیف شود. تا این رو ما کلیک نکنیم یعنی اپلود کامل نمیشه دوستا. حالا ببینید اپلود تکمیل شد و این سند سیف شد دوستای عزیز. ببینید حالا میریم روی سند دومی که یک دیکلریشن است دوستای عزیز که شما باید معلومات خود تایید بکنید. سومی دوستای عزیز میریم روی شهادت نامه. این دیکلریشن اپلود شد دوستای عزیز. حالا شهادت نامه رو اپلود میکنیم. دوستا شهادت نامه اپلود شد. حالا دوباره اپلود داکومنت کلیک میکنیم تا این سیف شود. یکم وقت گرفت دوستا بخاطر که این وبسایت بسیار اسناد با حجم کم میخواه. دیگه حجم زیادتر باشه بسیار دیر اپلود میشه. شما این گزینه رو بسیار با دقت متوجه باشید. موافقانه اپلود شد دوستا. دیگه دوستا عزیز تنها چیزی که اپلود کردنی مانده پرسونال ایمیج است. ما او را اپلود بکنیم. اسناد مورد نیاز ختم است. دوباره اپلود داکومنت کلیک میکنیم تا اپلود شود. موافقانه پرسونال ایمیج ما شما دوستای عزیز اد شد و اپلود تکمیل شد دوستا. ببینید اسناد مورد نیاز به شکل کامل اپلود شده. ما در گزینه آخری که داشتیم همونجا دوباره مراجعه میکنیم دوستای عزیز. کامپلیت ریکوست کلیک میکنیم. موافقانه اپلیکیشن ما شما دوستان عزیز سابمیت شد. دیگه شما میتونید این پروسه رو بسیار با دقت با استفاده از ویدیو پیش ببرید. و دوستان عزیز ببینید اینجا واضح نوشته شده که اپلیکیشن ما سابمیت شد. دیگه شما میتونید اپلیکیشن خود از اینجا پرینت بکنید. کانفرمیشن اپلیکیشن سابمیشن است دوستان عزیزی و شما هر وقت که خواستید میتونید اپلیکیشن خود چک بکنید. نتایج از طریق ایمیل به شما اطلاع داده میشه و امیدوار هستم انشالله که همه شما دوستان عزیز در پروسه موفق باشید و در رابطه به بورسیه هر دوست عزیزی که راهنمایی ضرورت داشتن و یا همچنان خواستگارایش به شکل معیاری و
دقیق پیش برده شود. دفتر بورسی های بین المللی برای افغانستان در خدمتشان قرار دارد. تا ویدیوهای بعدی، خدایا رو